هی خدا بچه سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال من. بچه پورت قبلی دیدید که من هرچی فورچون رو زدم به فورچون رو نداد. من تصمیم فورچون رو ول کن، بدون فورچون بریم چند دایمن مای کنیم، بریم دوتا روستا بریم. شاید بگید چرا از دوتا روستا بریم، چون من اصلا خوشم نمیاد دوتا روستا، تو جفتشون هم ریدم تو جفتشون و فقط گفتم اینجا یه قاری بود، کلی هم درش پر آیرون بود، گفتیم بریم اینو مای کنیم. من خونه هم هنوز ندارم، کلی وسایلم دستمه، اصلا نمیخوام اینجا پناه پیدا کنم چون روستاه. آره دیگه. ببینیم این روستاه بود یا اون یکی. ما اگه پارت قبلی دیده باشه، این ندیدید لینکش سمت راست بالای سمت چپ، کدوم طرف میشه سمت راست نمیدونم، اون طرف میاد و اینا هم میکشیم دیگه، چون نمیخوایم اینجا بمونیم دیگه، همشونو بکشیم. اوکی، فکر کنم همین طرف بود روستاش. اینجا یه خونه‌ای بود که اصلا نرفتم من ببینم که توش چیه، یا رفتیم ببینیم؟ فکر نکنم رفته باشیم. آره نرفتیم. ایناشو که بکن 100%، یا بکنن هرچی کتاب متابم هستم باید بکنیم، نیاز داریم. چی چیزی ناره؟ نه نداره. اوکی، این طرف بود، مطمئنم اینجا بود قاره. آها اینها، ببین خوب عمق داره. همین بود؟ آره آره همین بود. شارژ دستید، بیا اینم شارژش. آیسید ببینم چند زغال بده. دیدم من پوره خیلی رو مخه. دقیقا هم چیزی که میتونم باش تورچ بسازم و انداختم رفت. دیگه بنده گول الان مثلا میخوای چی کار؟ اینو بذار با این همیشه ستای 12 تا بستمونه. هیچی جا ندارم، 4 تا چیزو بینده. آها اوکی، بذار اینجا. اوکی، من یه سپر 100% نیاز دارم. کرافتینگ تیبل رو بده، اصلا بدون سپر نمیشه. بده من، فقط بده من. فقط برو. یه زامبی هم اون طرف بود. فقط برو، اصلا نمیخواد پشت رو، فقط برو. هیچ 4 تا اومانم بکن فقط. برش دور. بودو فقط میتونیم میکنیم و میریم، کاری نمیشه کرد. آیرونا رو فقط باید بکنیم. همین قاره فکر نکنم بودو، چون قاره عمیق‌تر میره. کرافتینگ تیبل هم فکر کردم اون طرف. بعد من اینجا توی قاره، یا خدا همینو برو دیگه، نمیخوا برگردی. کرافتینگ تیبل 4 تا آهن، 4 تا پیچ ولش کن، 4 تا چوبه دیگه. برو فقط برو. آیرون، یا خدا از همه طرف محاصرم کردن اسکلتونو. وقتی حالا سپر داشتم زامبی می آمد. اوکی چوب که دارم، یه کرافتینگ تیبل بساز. فقط سپر، فقط اصلا بدون سپر نمیشه، واقعا بدون سپر نمیشه. چست پلیت هم بساز. اینو که بذار، اینم بذار. اوکی حالا قوی تر شدیم. اوکی حالا بیا جلو. وایسا کریپر جون نمیتونی بیای؟ کریپر به کمکت لازم دارم. کریپر بابا اونجا باید بتری که آخه دهنت سرویس. میمیرم، نمیتونم، میمیرم. همینجا کنیم تمام میشه بچه.
اصلا نمیتونم زنده بمونم. خیلی هم. نه میمیرم، جدی میمیرم. اصلا خودم اصلا نمیشه، پره. وای چرا که رفتین تیبیل سوختی؟ ایت چیز بساز. دستم هم پره، هیچی. تو میخوایی دل بکنی تو شاف من. اوکی بچه نمیدونم واقعا. من اومدم تو وایی که دایمند پیدا میشه تا آیرون و گفت حالا دیگه تا اینجا اومدیم دایمند ماین کنیم. آیرون خرکیه. آیرون خرکیه. بریم ببینیم چی پیدا. بچه فامیل دنبالمه، من هیچی ندارم. حالا منظور بچه فامیل چیه؟ بیبی زامبی. چجوری بازی کریتیو میشه؟ چجوری هاردکور کریتیو میشه؟ من اصلا نمیخوام سروایوال بود، من کریتیو دوست دارم. اصلا فقط ولم کنید، من کریتیو میخوام کنم. اینطوری میگه فکر نکنی سروایوال هم کریتیو میکردم. اصلا نمیگه سروایو. یه جوری میگم سروایوالام کلا یه سروایوال بیشتر نداشتیم که اونم 2-3 پارت بیشتر نبود. یا خدا هیچی نمیبینم، چه برسه به شما. من هیچی نمیبینم، هیچ دایموند و هیچی نیست. آه کریپر. اون موقع کریپر نیازی داشتم، نه الان که فقط خودتی میترکیدی. همشون میرفتن لابی. آره همشون میرفتن لابی. اوکی آیرون یا دایموند میخوام بنازم. اولین دایمونده بود بنازم. کش فقط 2 تاست بناز. الان میاد تو کریتیو. بابا بچه ها به خدا نمیشه هاردکور کریتیو کرد. نه شاید میشه، من بلد نیستم، ولی به خدا نمیشه. 3 تا آیرون ندارم یعنی. بریم یا دایموندار بگیم. صحنه شیرین کنده. وایسا اینو رو اول بگم. صحنه شیرین کنده دایموند. 2 تاش. یس 2 تاست. همینه خودشه. 3 تا باش. نه دیگه چون بریشون نمیداری. آها یکی دیگه هم اینجا بود. 2 تا باش. نه که رفت تو لاوا سوخت. نه دستم. اوکی بریم ببینیم چیزا پیدا میکنیم. میبینم بچه اینجا داشتم میرفتم و دیدم تو این وای 8 ارتفاعات 8. خب و اینجا گفت چی پیدا کردم؟ دایمند که یه دونه است. خوبه همین یه دونه هم خدا رو شکر کنیم. اوکی آیرون ها هم میکنیم دیگه. چی کنیم؟ خواهی چه من قور اومدم بیرون. نسبتا خوب پیش رفتیم. 4 تا دایمند کلی وزیده. من 100% از این روستایی که ازش متنفرم، از اون جفتشون ازشون متنفرم، از این روستایی میرم 100%. و مثل که اینجا ویدیو رو تا آخر این ویدیو، تا اینجا این ویدیو رو با من همراه بودید. تا ویدیو بعدی بای بای. نه اشتباه شد.